وقتی توی بازی آنلاین یه نفر جلوت حرکت میکنه، میپره، تیر میزنه، میره میاد، این اطلاعات از کجا میاد؟ چطور این اتفاقا میفته؟ سلام، من دانیالم از باد گیمز و اینم میکروفونمون امروز متاسفانه پایه شکسته، مجبورم که دستم بگیرم. بذار یه مثال بزنم. یه رستوران فرض کن که هر کسی میخواد سفارش بده، سفارش خودشو میره مستقیم به رستوران میده و هیچ میزی، هیچ کسی نمیاد سفارش خودشو به میز بغلی بده. این وسط رستوران میشه اون سرور ما و اونایی که مشتریان میشن پلیرها. هیچ پلیری با هیچ پلیر دیگه صحبت میکنه، سفارشش نمیده به پلیر کنارش. چرا؟ چون ممکنه با هم دیگه دروغ بگن. این به اون مثلا میگه آقا من یه لابستر سفارش دادم $1000، اون یکی بگه او من یه گوشت سفارش دادم استیک فلان $10,000 مثلا، و اطلاعات صحیح به هم ندن. برای همینه که فقط رستورانه که حالا همون سرور ماست سفارش‌ها رو میگیره و دوباره رستوران همه رو صدا میزنه، میگه میز فلانی بیا مثلا فلافل تو بگیر آقا، استیک تو نداشتی فلافل داشتی. میز فلانی بیا مثلا لابستر تو بگیر. میز فلانی بیا فلان کارو بکن. میز فلانی بیا اینو بگیر. این ساختار کلی یک بازی آنلاینه که یک جایی داریم به نام سرور و یک جایی داریم به نام کلاینت که همون بازیکنای ما هستن، همون مشتریای ما، و سرور ما همون رستوران ما میشه. حالا برای ساخت بازی آنلاین روش‌های مختلفی وجود داره. یکی از بهترین و مناسب‌ترینای اونها استفاده از میروره. چرا؟ اول از همه رایگانه، میتونیم توی سرورهای شخصی خودمون پیادهش بکنیم و یک سری کتابخونه‌ها داره که انتقال اطلاعات بین پلیرها رو خیلی برای ما ساده‌تر میکنه. حالا قراره تو این دوره با هم چیا رو یاد بگیریم؟ قراره تمام ساختار مورد نیاز برای ساخت بازی‌های مختلف آنلاین رو با هم دیگه یاد بگیریم، مثل درست کردن فرند لیست، چطوری با دوستامون بتونیم صحبت بکنیم، وایس چت گذاشتن داخل بازی، ثبت نام و لاگین پلیرها، انتقال اطلاعات بین پلیرها، انتقال انیمیشن‌ها و کلا تمام چیزهای مختلف که برای ساخت یک بازی آنلاین نیاز داریم قراره با هم قدم به قدم یاد بگیریم. امیدوارم این توضیحات براتون مفید بوده باشه. توی قسمت بعدی میریم سراغ پیاده کردن عملی بازی آنلاین، قدم به قدم از صفر تا انتها، طوری که بشه هر بازی رو با هر سبکی پیاده کرد. راستی پایه اینم درست شد.